بعضی از بچه‌ها موقع استایل دادن مدل موی پامپادور این مشکل رو داشتن که این تیکه از موها سیخ میشه. اگه تو هم مشکل رو داری کلیپو تا آخر ببین. ببینید بچه‌ها، این قسمت کنار سر اگه بخوای به بالای سر وصلش کنی، شما باید یه لاین از هفتی موی سر به بلندترین نقطه سطح سر وصل کنی. خب ببین بچه‌ها، وقتی این لاین رو جدا می‌کنی، این برای اینه که این شکل مربعی رو به کنار سر بدی. وقتی این لاین رو جدا می‌کنی، انتهای این لاین نباید از جزء بالای سر باشه، باید انتهای لاین دقیقاً روی هفتی موی سر باشه، یا اینکه یه ذره پایین‌تر باشه اشکال نداره. اگه جزء بالای سر باشه، شما میای موی این قسمت رو کوتاه میکنی. اگه موی این قسمت کوتاه بشه باعث میشه اینجا سیخ بشینه. اگه خودت آرایشگری استفاده کن، اگرم آرایشگر نیستی برای آرایشگر بفرست.